این علم نه برای شهرت، نه برای پول جمع کنی، نه برای دیگر و دیگر، نه برای مناقشه کردن، نه برای علم خود را ظاهر کرده من صاحب فهم، من صاحب حکمت، خود را از دیگرها بالا گرفتن یا مناقشه کردن. این علم رو اصلا کسی برای مناقشه یا برای در جدال و مناقشه غلبه کردن، جاهل ها را سکوت کنانیدن، عالم ها را مناقشه کردن کسی آموزد، لم یرح رائحة الجنه، بوی بهشت را نمیچشد. و حالا که بوی جنت از مسافه 70 سال یا 40 سال این راه به مشام میرسد. دیگه روایت ها است. انسان به خاطر الله تعالی میآموزد، به خاطر الله تعالی تعلیم میدهد تا اینکه مردم گمراه نشوند، تا اینکه مردم فردا روز قیامت لعنت میکنند. الله تعالی در دو جای سوره بقره نقل کرده است. بنابراین حضرت ابو هریره میگفتند که لولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت احدا، اگر در قرآن کریم دو آیت نمیشد منم حدیث نمیگفتم. منم چی زور اومده است که حدیث گم؟ اگر دو آیت نمیشد من به مردم حدیث نمیگفتم. یکیش ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اونایی که شریعت رو به مردم نمیرسونن، علمی که الله برای آنها داده است پنهان میکنند و کدام سبب نباشد اگر علم پنهان کنند آنها را الله تعالی لعنت میکند و لعنت کننده ها لعنت میکنند. در دوامش که اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، برای این خیلی آدم ها لعنت الله، لعنت فرشته ها و تمام آدم ها، حتی کافر ها هم لعنت میکنه. برای چی؟ برای اینکه اگر شما ما رو دعوت میکردید ما امروز مسلمان میشدیم بود کافر.